چطور بچه‌ها خوش اومدید به ویدیو جدید. ما وکسترون هستم. اومدیم با برادر فورتنایت. آره عجیب بود، بعد چند وقت قرار بود تازه با ماینکرافت برگردم ولی خب نشد اونجوری که بخواد بشه و خب اکانت ها یه سری پرید، به یه سری تونستم برگردم، یه سری کلا نتونستم، ولی مشکل نداریم. ویدیو داریم، چه ویدیوهایی. امروز احتمالاً 2 تا ویدیو داشته باشیم اگه اینترنت بکشه که آپلود بشه همشون. هر حال امیدوارم خوشتون بیاد و خودتون دیگه میدونه چیکار میکنید دیگه. بریم ببینیم چه خبره، میتونیم وین کنیم این دست اولیو یا نه. داداشمون چرا نیومد با من؟ اصلا اسمشو نمیتونم ببینم. ولش کن. 2 استارت کردم دیگه، باید مجبورم باهاش همکاری هم بکنم دیگه. یا بلفت چه خبرتونه بابا؟ یه جا مستقر شدیم، حالا همگی میخوام بریزن سر ما. حالا ولش کن، حالا خوب رنگ نیست. رنگ استارت کردم؟ حواسم هم نبود اگه این کار کرده باشم. خدا بوده هم یه سیز گونه چرت. بزن آقا نت میبینی؟ یا علی نزن جامپ بالا پایین بیا رسیدی یا بودو بیا وای نه گای خدا. حداقل برو تگ منو بزن جان مادرت. وای در رو چه گوهی داره میخوره. وای نه در رو وای نمیتونم اینجا استفاده کنم. چت بهش میگم بابا در رو اسکول. خدا دور بابای دور رفتم بابا، خودم میام یک گوهی میخورم. جام پدی بپر بریم. برای کوست باید برم اینجا ببینم چقدر ایکس پی بهم میده. خوبه این ورام کسی لن نکرده. حالا خوبه اولین بار شانس میارم. خب این بود. نه فکر نکنم اینم که فکر نکنم باشه، ولی خب لوت خوبی بهمون داد. کلا این دوستا رو بزنید که ببینید چی بهتون میگه. همین مانویی که میبینی خب مثل زورتو بد نیست. دوباره پلنای بعدی که بخوام بگم، این چند روز تا آخر هفته چند تا ویدیو بیشتر داریم. حالا احتمالا ولی فکر کنم تا آخر هفته فکر کنم 6 یا 8 تا ویدیو داریم. آره من کم نمیارم تو ویدیو گذاشتن دیگه. و ماجرای داداشمون که میخواست بیاد از اون خواسته کاری کنه از اینجا شروع شد. من یه چیزی تازه درباره این آبا فهمیدم که چه شکل یا هر چیزی نداشته باشید از جونتون، این هم جون رو پر میکنه هم این شیلتون پر میکنه. این که خیلی باحالی بود اصلا. همجوری 15,000 تا خب این رو بزنیم یه لوتی بکنیم، چون لوت هم همهش ری رو یه چرت پرت نیست دست. این چیز خوبیه. نه این خب بذار ببینم. دقیقا از همین جا شدیم یکی بقلم لند کرد. حالا باید برم یا پلیر حواسم باشه، ولی الان چیز مناسبی برای فایت دادن ندارم. وی در بزنیم. دمیج بدی هم نداره. خب ما که وای ما رفتیم یه چیزی یه جوری پشتن اینا مثل یه ASMR حالا هر کسی میمونه راحت هم خورده. بابا بی خیال داداش، نمیخوام زنت بشم.
این اینجاست بزنم مگه شهر من تعجب مازداری ترسنی ها بسیار بابا فکرم اینو بتونم به خدمت بگیرم بابا زده حالی خوردم با سر اونم نیمده بودم البته اومدم ولی خوب بیتر سر این دوتا اومدم بذارم یه چی لژندری بهم میده لژندری سرشو به من میده خدا نه فکر نکنم دوباره اومده باشه نه دیگه نمیبینی درسته یه شما ولی خب بس وای نه دوباره این اومد که بابا بی خیال من شو بابا بی خیال من شو داداشمون کنه ها آجه به خدا دوباره این بیاده من این سری اینو دیگه میکشم دهنشو سرویس میکنم دیگه دوباره اومد اوکی خودت خواستی ببین بیا جلو این سری واقعا میکشم تا آها ایرش بابا ما سایدی منو خیلی دلم تنگه برام حقت تو باشه دیگه ازدواج زوری نخوای مال خودت مال چشم دوتای اوکی دارم تا آخر بازی ولی خب باید برم این دریچه نمیشه بهش گفته من حالا بهش چی میگید ولی باید برم سراغ این احتمالا لوت لژندری چیزی داره احتمالا هم پلیر میاتش ولی من ترس دارم نه من از خدا ترس دارم فقط ترسی که باید تو زندگیتون داشته باشید فقط و فقط از خداست آره داشتم نه مردم بکیر الان این وسط صرفه چه بود من الان تازه متوجه این شدم چجوری از 100 نفر شدیم 6 تا نمیم حالا چند نفر بودیم ولی ببین 6 تا شدیم اصلا what the fuck حاجی اولین باره که دارم به تنهایی تا 6 تا اومدم و پشمام ریخته سر این موضوع این اصلا یه جهش خیلی بزرگی 5 تا شدیم شمان دارک میرنم چی اسم میکنم این قرار بد جور پارم کنه فکر نکن کارت دادن زیادی شد داشت اصلی دیگه مردک چقدر کلی بعدیش هم گرفت دارک بیدی حالا اصلا بذار دوباره سه دیگه بهتون بگم حاجی من اصلا اون روزی که من دوباره کیل گرفت 3 تا کیل فعلا تا الان فقط من از این یارو دیدم خب بذار داشتم میگفتم بابا داداش فقط من و این موندیم که یا اول فرست باید یه جورایی با ترکیب کمپری و راشی بریم سراغ یارو بذار ماشینش نه ایناشش اینجاست باید حواسم بهش باشه زیر نظر داشته باشمش میخوای چیکار کنی ولی اینکه شوت کنم اینکه بهش تیر بزنم کار خیلی منطقی نیستش ها ماشین یارو حرکت کن آخه ولی برام عجیبه نه دیدم یارو حرکت کرد نه چی الان فقط دارم از رو غریزه الان فعلا دارم یه چپ و راستی میکنم بنام یکم بر جلو هیل بکنم هیل بخش مهمیه شما باید همیشه هیلتون شیلتون همیشه پر باشه تو همه بازی ها همینه الان این نه این چه نکته کس من گفتم وای این وای نه از اینا نمیر آخرای مسابقه است آخرای داستانتون نباید اینجوری تمامش بکنی وکستران با قدرت شما همه کار انجام میده 93 تا چپ راست یکی بالا بیا آها یس این پیروزی شیریم رو به چسبونیم به اون لبای خوشگلت خب این بوز پارت چی دیگه این دیگه بازی پارتی نیستش
این بود از فورتنایت با وکسترون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد بگید بیشتر بذاریم. احتمالا با رفیقا خوش بگذره.